روز تازه‌ای برای پارس طلوع کرده بود. روزی که سرنوشت ملت دگرگون می‌شد. تاج ماد بر سر مردی نشست که از پارس برخاسته بود. او پادشاهی را نه با طمع که با راستی آغاز کرد. در برابر خدایان و مردم سوگند یاد کرد که عدالت ستون فرمانرواییش باشد. و مردم پادشاهی را در او دیدند که از میان خودشان برخاسته بود. اولین فرمانش آزادی اسیران جنگی بود. زیرا می‌دانست آزادی نخستین گام شکوه است. کوروش مشورت را پایه فرمانروایی قرار داد. او شهری بنا نهاد که نماد وحدت پارس باشد، پاسارگاد، و از دل خاک بنای جاودانگی سر برآورد. او می‌دانست دانایی سلاحی نیرومندتر از شمشیر است. پادشاهی که مردمش رو نه رعیت که خانواده می‌دید. برای نخستین بار مأمورانی برای نظارت بر عدالت فرستاده شدند. او دشمنان دیروز را به دوستی فراخواند. و از آن روز پارس و ماد یک ملت شدند. سالها پس از جنگ، زمین طعم صلح را چشید. اما در دلش می‌دانست راه هنوز آغاز نشده است. چشم به افق دوخته بود، فراتر از کوه‌ها و رودها. سپاهش را نه برای غارت، بلکه برای دفاع از حقیقت آماده کرد. و پرچمی که نماد آزادی بود در باد به رقص درآمد. در سرزمینی که عدالت قانون بود. او پادشاهی بود که خاک را لمس می کرد. او پادشاهی بود که خاک را لمس می کرد. پاسارگاد زاده شد، شهری برای آزادی و آرامش. مردم دعا می‌کردند پادشاهشان سالها بپاید و آوای پاکی و راستی در سرزمین تنین انداخت. او می‌دانست حکومت واقعی در دل مردم است، نه در دیوارهای سنگی. نشانه‌هایی که بعدها نماد یک تمدن شدند. کوروش پیام آور صلح بود، حتی برای دشمنانش. خوابش رؤیای جهانی بود که با عدالت ساخته می شود. و چنین بود که آغاز به افسانه بدل شد. طلوع پادشاهی کوروش. داستان کوروش تازه آغاز شده. از دل خاک برخاست که نامش تا همیشه در تاریخ بمونه. اگر این روایت رو دوست داشتی، برای حمایت از این پروژه کانال رو سابسکرایب کن و این ویدیو رو با دوستانت به اشتراک بذار تا با هم صدای تاریخ سرزمینمون رو زنده کنیم. قسمت‌های بعدی شنبه، دوشنبه و چهارشنبه در یوتیوب منتشر میشن. همراه ما باش، چون افسانه هنوز ادامه دارد.